فتای خدایی را خدا در مادر داده. الله مهربانه، مادرم مهربانه. یا الله نگاه کنه، 9 ماه این جنین در بطن او انکشاف میگیرد، کلان میشود، 9 ماه در پیش برش میگیره، منو ترا میگردد. من و شما اگر بازار بریم یک کیلومتر اگر 2 کیلو یا 5 کیلو بار بگیریم تا خونه مون آمدن چند جا دم میگیریم. مادر من و شما در بطن مادر بودیم، او چقدر احتیاطکار بود. وقتی میشش شکمش درون میکشید که منو ترا نجقد. لباس میشد احتیاط میکرد، خمیر میکرد احتیاط میکرد، خواب میرفت احتیاط میکرد که ترا نجقد، حالی که در درون بطنشی با هزارها نازکی ها منو ترا 9 ماه اینجا نگاه کرد. اکنون که تولد کرد، او زمان تولد میدونه که به مرگ دست به گریبان بود. من و تو همه خیلی عادی برآمدگی نیستیم برادران عزیز. برای از اون مکان بیرون برآمدن مادر من و شما با عزرائیل دست به گریبان میشد. خدا تمام بغمهای او را کشاده میکند، بعد تو را از بالا فرمان میکرد که بیرون شاش میمالیدم، دستکاش میبوسیدم، با دعا میگرفتم عزیزان فرزندان میرم این شب با مهمان آواره شده نتونستم که به هر حال رفتم به همه نشان مثل هر شبه کفکای پاشم مالیدم. این علمون گرد چنگ کف پای مادرم بود. خداوند گرد چنگ کف مادرم ملائکه کرده است، حتی در عشای حسن بصری رضی الله عنه جلا داده ایستاده است. مادر بسیار یک نعمت عظیم است. بزرگان میگن که مادر عبارت از 5 حرف است. هر یک حرف او را معنای خاص داده است. اصل میم مادر 5 حرف است. میمش میدونی چی معنی دارد؟ بزرگان معنای عجیب دادن در 5 حرف. میم محبت. برای فرزند کی است که از مادر بالاتر محبت داشته باشد؟ هیچ چیز نیست برادران عزیز غیر الله و بعد الله حیوانه. کسی که فرزند دوست میداره، من دوست میداره، مادر است. اون محبتی که رب العالمین الله جل جلال نسبت من و شما دارد، نه پدر دارد و نه مادر. لیکن بعد محبتی که الله بر من و تو دارد، دیوم کسی که محبت دارد مادر است. صفتای خدایی را خدا در مادر داده. الله مهربانه، مادرم مهربانه. یا الله نگاه کنه، 9 ماه این جنین در بطن او انکشاف میگیرد، کلان میشود، 9 ماه در پیش برش میگیره، منو ترا میگردد. من و شما اگر بازار بریم یک کیلومتر اگر 2 کیلو یا 5 کیلو بار بگیریم تا خونه مون آمدن چند جا دم میگیریم. کیفله های هستن که این تولد میشن میگن 3 کیلو بار است، 4 کیلو بار است، تا 5 کیلو است. بعضی بوزباله ها تولدش میکنه برش میکشن 5 کیلو. این 5 کیلو بار در پیشی برگرفتن 9 ماه گشتن. مگر این بازی است؟ یک مسئله. دیو مسئله میدونه که وقتی مادر من و شما در بطن مادر بودیم، او چقدر احتیاطکار بود. وقتی میشش شکمش درون میکشید که منو ترا نجقد. لباس میشد احتیاط میکرد، خمیر میکرد احتیاط میکرد، خواب میرفت احتیاط میکرد که ترا نجقد، حالی که در درون بطنشی با هزارها نازکی ها منو ترا 9 ماه اینجا نگاه کرد. اکنون که تولد کرد، او زمان تولد میدونه که به مرگ دست به گریبان بود. من و تو همه خیلی عادی برآمدگی نیستیم برادران عزیز. برای از اون مکان بیرون برآمدن مادر من و شما با عزرائیل دست به گریبان میشد. خدا تمام بغمهای او را کشاده میکند، بعد تو را از بالا فرمان میکرد که بیرون شو. بعد کودک آساسته بیرون میرفت. در برابر اون بعد تولد شدن، بعد این قدر عذاب و مشقت، از روزی که تولد شدی به دنیا آمدی تا آن 2.5 ساله که تو از او پستانهای شیرین و لذیذ او شیر میمکی، برادر جان من و تو شیر نمکیدیم در این 2 سال 2.5 سال، بلکه دل و جگر این مادر را کشیدیم گرفتیم. در 2.5 سال بیچاره این مادر توسط پستانهاش خون جگرش کشیدیم خوردیم. اینم پسی سر شد، گذشت رفت برادران عزیز. 2 سال 2.5 سال مادرها شیر ما دادن. در این 2.5 سال من و تو شبها در گهواره گریه میکردیم. او ما را الله میگفت با یک شیوه زیبا. هیچ صدای را شنیده که چنین صدای مادر خوشرو باشد؟
ای بچه چنان بوده که بدرس که کودکای همین بدفعله که در گهواره هیچی دور خب دراده نمیتونه، یک بار الله که با زبان شیرینش میگه در دقیقه خوابش میبرد. هیچ نوازنده، هیچ بلبل، هیچ نمیدونم هندلب چنین مادر نوازشی زیبا کردن نمیتونه. صدای شیرین ندارد. این صدای مادر فوق صداهای عالم است. با الله های شیرین من تو را خواب کردن، شبها خودش خنک خود من تو را پوشاندن، گوش نشد من تو را سیر کردن، خواب کش من تو را خواب کردن. اکنون امروز پشتی من تو قوت گرفته است، جوان 17 و 18 و 20 و 25 ساله شدی، دنیا را دیدی. امروز از کی به ادبی را مختم که بچه امروز پسوی پدر جاغ بزند؟ حالا خدا میگه والوالدین احسانا، به پدر و مادرتون نکویی کنه. این تعلیم و تربیه کی است که امروز جوان تاجیک، دختر تاجیک یا پسر تاجیک اطاعت پدر نکنه، اطاعت مادر نکنه، احترام پدر و مادر را به جا بیاره؟ خدا و رسول خدا لعنت کرد، حتی پیامبر دعای بد کرد، دعای هلاکت کننده کرد، گفت خدا لعنت کند، خدا هلاک کند آن پسر بچه آن جوان دختری را که پدر و مادر را نااحترامی میکند یا از در پدر یا مادر میدره پای درس جمع نمیکنه. خدا خیلی فرزند هلاک کند گفت، از دنیا دفع کند گفت. امروز پدر میدراد، باور کنی بچه در پیش پدر نمیخیزد، حالی دست موچه کردن و پاش موچه کردن سیستودگی. مادر میدرد دختر از جاش خچه نمیجماند. ممکن نیست برادران عزیز این قدر خار کردن، حقوق پدر و مادر را پایمال کردن، باور کنی بسیار جنایت عظیم است. وقتی که خدا دستور داده است که به پدر و مادرتون نیکویی کنه، این معلوم میشه مسئله جدی است. این مسئله سبکک نیست که خدا از فوق آسمان ها دستور داده که پدر و مادرتون احترام کنه و نیکویی کنه. مسلمان هم هستیم، دعوای مسلمانی داریم، دیگر احترامی پدر و مادر کاسته شده. تأثیرش یک چیز برادران، تأثیر همین اینترنت و تلسریال های کینه ها. امروز غربی ها تانستن که کاری خودش عملی زشت خودشانه حلقه گوشی مسلمان ها بکنن. دیگر مسلمان احترام پدر نمیکنن، چه خیلی که اونا نمیکنن مسلمان ها از او بدتر کرده ایستادن. آموختن، تانستن آنها که آموزانن عملهای بد خودشان رو برای مسلمان ها. بنابراین من و شما ضرور است که همه حالت اکال مسجد ها که محکم است انشاءالله امیدی کشاده شدنش داریم که امید داریم که پروردگار مسجد ها را بکشد. در تمام جمعه و جماعت باید اشتراک کرد. علمای کرام باید بالای منبر احترام پدر و مادر بیان شود، فرض و واجب و احکام شریعت دین در بالای منبر گفته شود. این مسلمان باید بیدار شود، این مسلمان حقوق بندگیش باید بداند. اگر ما از جمعه و جماعت ای کناره شیم با که ای حیوان تر میشیم، دیگر آدم نمیشیم. آدم در دنیا نمیماند. با تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در آخری زمان مردم ها میبینی شکلا آدم مینماید، لیکن در عمل از حیوان بدترند. کلی مردم ظاهرا انسان میتواند در چشم، لیکن در عمل از حیوان بدتر میشیم. باور کنید، در حالتی که دعوت نباشد، در حالتی که مردم پایبند احکام خدا و رسول نباشد، پایبند قرآن نباشد، وقتی مردم از خدا نترسید، والله تمام گناه میکنند. مادراتون احترام کنید. کسی که پدر و مادرش هست والله نعمت است، والله نعمت است. امروز اکرمان کای باید الله و کای محفظ الله شن قاری امردین تمام دنیا را صرف کند، دیگه مادر نمی بیاید. اگر تمام در و دیوال است رشته‌های طلاگی کنه، والله دیگه نمی بیاید. دیگه همون جای شیشتنش میره تماشا میکنی و یگان کرتهکش میره میبینی و قوت میشکنی، والله برفت. اگر خانه دخترکش رفته باشه یک ساعت پس میگه امید داره که میاد حاضی مهمانی رفته. خانه محفظ الله رفته باشه یک ساعت پس میگه که خیلی میاد با اینجا که یک خلا، لیکن او یک جای رفته که والله دیگه سالهای مدید دیگه نمیآید. سالهای مدید آرزوی دیدارش میکنی، دیگر رفت و رفت و رفت. حضرت مولا میگوید که لذتی دنیا دیگر در کار نیست، لذتی عمری پدر گم کرده ام، صد دریغا من پدر گم کرده ام، نور خورشید سحر گم کرده ام. صبح دم بچه خوابش میخیزد، لباسش میپوشد،
نزدیک دری پدر میبینم مادر میبینم مادر جان من کار رفسادم. مادر میدونه چی میگه؟ ربا پروردگارا به چی من کار رفساده؟ من این بچه را در امانت سپاریدم خدایا، صحت و سالم از پیش من رفت، صحت و سالم بازش بگردم، برکتش ده، نصرتش ده خدایا، از بلاها نگاهش دار. میدونه که حیات تو مادر است، مرگ تو مادر است، زندگی تو مادر است، دنیای تو مادر است، ثروت تو مادر است. دعای این است همه من شما باور کنه از روی پدر و دعای پدر و مادر به این قدر مقام ها رسیدیم. تمام انبیا و اولیا و صحابه و تابعین و تبع تابعین و بزرگان میبینی به دعای مادر به مقام رفتن رسیدم. امام اعظم رحمت الله علیه فخر امت به دعای مادر ابو حنیفه، با تقوای مادر ابو حنیفه. قصه شما بدونید از روی یک سیب. سلطان ویس قرنی یمنی به دعای مادر صاحب شفاعت شد روز قیامت. یک قسم امت صاحب شفاعتی، یک قسم امت در روز قیامت در دست سلطان ویس قرنی یمنی. دعای مادر، خدمت مادر. این عزیزا و بزرگا و اولیا و عالما رو میبینه باور کنید همش به دعای پدر و مادر رفتن به مقام اصلی رسیدن. کسی پدر و مادرش از غنیمت بداند، پدر و مادر را احترام بکنید. پدر و مادر را در زمین نه، در قفس سینتون نه، بلکه در بالای چشمات جا کنید تا روزه هستم. دوستشو بداره. ما در روایت ها میخوانیم که دست 4 کس بوسه کردن ادبه. یکی پادشاه اسلام دست بوسه کردن ادبه. بعضی ها مستحب گفتن، مستحب حکم ادب داره. یکی استاد علم که تر علم خواند، قرآن خواند، تعلیم داد، استاد کسب، استاد علم. یکی پدر، یکی مادر، 4 تا شد. یکی پای کی را بوسه کردن در کار. پای حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ممنوع است، ممکن نیست. پای استاد ممکن نیست، پای پادشاه ممکن نیست، لیکن کفی پای مادر و پدر بوسه کردن این بهترین ادب هاست. هر کی کفی پای مادر بوسه میکند یا کی کفی پای پدر بوسه میکند والله سنجره در جنت بوسه کرده، سنجره در خونه کعبه را بوسه کرده. در روایت ها میخوانیم یک انسان هیچ کار نکند بیا روی پدرش تماشا کند، میخواد بشینه نیم ساعت چهره مادر یا پدرم که تماشا کرده بشیند والله گویا که نماز نافله خوانده باشد. تماشای چهره پدر و مادر از روی ثواب برابر خواندن نماز نفله. یا الله این فضیلت رو بینه، این بزرگی رو بینه. شیخا را بزرگا را میبینه که شبها تا صبح دم نماز میخوانن، نماز نافله سجده و عبادت. لیکن یه انسان رو میبینه روی پدرش هم که تماشا کرده بشینه هم در برابر همون شیخ گوی نماز خوان ساده. پدر مادر داشتن هم بسیار نعمتی بزرگ است و غنیمت است. از پروردگاری بزرگ میخوام که خداوند این مادر جان عزیز را که از دنیا گذشتن خدا در بحبوحه جنت روحش مستقر بدارد. پروردگارا سبب نشست من و شما که در این خاندان ارواح پاکی مادر بزرگوار است، پروردگارا در صدر جنت با بهترین زنان صالحه از جمله فاطمه زهرا و خدیجه الکبری خدا ارواحش را محشور بدارد. خدا همه مادرای امت اسلام رحمت کن. خدایا همه پدرهای امت اسلام در کره زمین رحمت بگردان. پروردگار از ثواب این شب همه امت اسلام پدر و مادرایی که داشتیم مردن و رفتن در قبرها خواب منتظر دعای من شما خدا قبراشان این شب نورباران بگردان. از ثواب خوب این شب، از ثواب با برکت این دسترخوان، از ثواب با برکت این محفل خدا آنها هم باران رحمت بالاشان بباران. و پروردگار هر کی را مراد است، مطلوب است، مقصود است، طلب است الهی از خزائن غیب برآورده خیر بگردان. پروردگار با برکت دعای برادران و مسلمان ها این بلا و درد بی امانی که امروز مردم دنیا را هلاکت آورده است خدای ملت ما مردم تاجیکستان را خدا از این بلا نگه دار. پروردگار این درد بی امان از بالای ملت ما مردم ما وطن ما دور بگردان. و پروردگار فرزندای امت اسلام که در مسافرت ها در غریبی ها برای کار و زندگی رفتن اونا هم از این بلا خدا در پرده عصمت نگهشون میدار و صحت و سالم و غانم به نزد پدر و مادراشون باز بگردان. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.